درود به هم میهنان عزیزم. یک کلیپی از خواننده فرخ فرزاد در اومده که از صدای بنده به عنوان پیش برنامه‌اش استفاده کرده، صدای سپهر بابا. این صدای من یک نفر نیست، صدای تمامی درد کشیده های جاویدناماست، صدای درد درون قلب پدر و مادر، برادر و خواهراشونه. صدای بنده فقط نیست. و من میخواستم از اینجا اعلام کنم که کسانی که طرفدار یک حکومت این ور هستن، کسانی که چشمشون به روی کشتار بچه های ما بستن و حالا اومدن کلیپ برای خودشون میذارن، اعلام جرم میکنم علیه کسانی که بخوان از صدای سپهر بابا برای مقاصد خودشون و برای مقاصد این حکومت استفاده کنن. مرهمی که روی دل ما نذاشتین، ولی حداقل نمک رو زخم ماها نپاشین. اجازه نمیدم از صدای تمامی جاویدناما، صدای سپهر بابا صدای یک نفر نیست، صدای درد جامعه است، استفاده نکنید. و خواستم بگم که آقای فرخزاد، شورش نبود، درد جامعه همون بود، درد جامعه ای که هیچ کس نمیخواد بشنوه، هیچ مسئولی نمیخواد بفهمه. و صدای بچه منو با گلوله خفه کردن. وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم کسی از صدای سپهر بابا استفاده نکنه از این حکومت. با تشکر.